شکرگزاری و تاثیرش توی زندگی یک مفهوم آشنا برای تمام ماست. از مثل‌ها و اشعار قدیمی مثل شعر معروف شکر نعمت افزون کند تا کتاب‌ها و سمینارهای آموزشی در این مورد. اما آیا واقعا شکرگزاری تأثیری روی زندگی ما داره؟ آیا این موضوع پشتوانه علمی هم داره یا فقط صحبت‌های انگیزشی هست؟ اصلا شکرگزاری یعنی چی و چه جوری باید انجام بدیم؟ من در این جلسه آموزشی به طور کامل پدیده شکرگزاری و تمام جوانبش رو با استناد به علم روز عصب شناسی بهت توضیح دادم. بعد از گوش دادن به این جلسه قطعاً یک دیدگاه متفاوت‌تری نسبت به زندگی پیدا می‌کنی. گروه آموزشی امیر محمدی. به نام خداوند بخشنده مهربان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی لایو امشب در واقع تو جلسه آموزشی امروز ما میخوایم که در مورد یک موضوع بسیار مهم و بسیار در واقع یه جوری میشه گفت فراگیر و شنیده شده توسط اشخاص زیادی به اسم شکرگزاری صحبت کنیم. همون جوری که اگر آموزش‌های دیگه منو دنبال کرده باشید، من همیشه آموزشام یه رویکرد علمی و منطقی داره با توضیح در واقع استدلال‌های پشتش. این جلسه آموزشی هم بسیار بسیار جلسه پر و عمیقی خواهد بود، به خاطر همین تاکید میکنم که با دقت تا انتها در واقع تماشا کن و نوت برداری هم انجام بده. راجع به خیلی از مسائل صحبت میشه و فاز لزوما انگیزشی مثلا چیزهای اینستاگرامی هم نیست، یعنی راجع به واقعیت شکرگزاری میخوایم صحبت کنیم. پس بنابراین توصیه میکنم که در حین گوش دادن به صحبت من در مورد شکرگزاری حتما یه خودکار کاغذ هم داشته باش که در واقع طبقه بندی های لازمی که انجام میشه و توضیحاتی که داده میشه رو یادداشت کنید. خب بدون اتلاف وقت بریم سراغ اصل در واقع ماجرای شکرگزاری. ببینید، ما راجع به شکرگزاری خیلی چیزها شنیدیم دیگه. مثلا آخرین چیز و برجسته ترین چیزی که ما شنیدیم، حالا خیلی از دوستان اصلا ممکنه که با خانم راندا برن و کتاب معجزه شکرگزاریش آشنا نباشن، ولی معجزه شکرگزاری اسم این کتاب به گوش شما حتما رسیده. یعنی یک پروژه برندینگ بسیار بزرگی انجام شده، یک نویسنده آمریکایی هست، همین خانومی که در مورد قانون جذب مثلا خیلی تئوری داد و سر صدا کرد. این کتاب معجزه شکرگزاری هم برای ایشون این آخرین نمونه تاریخیش که در واقع یک نویسنده است که بسیار بسیار هم روی در واقع برندسازی کتاباش و تئوری‌هاش هزینه کرده، به نحوی که حداقل این واژه برای گوش ماها واژه غریبه ای نیست. واژه معجزه شکرگزاری که در واقع برداشته شده از اون اسم کتابی است که بسیار برند شده. اما وقتی از این برمیگردیم به عقب، ما تو مسائل خودمون هم خیلی زیاد داریم. مثلا ما شعر داریم که میگه شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، اگه اشتباه نکنم برای حضرت سعدی. یا مثلا ما آیه قرآن داریم من باب این ماجرا که تاکید میکنن خداوند که شکرگزار و سپاسگزار نعمتهای خدا باشی. و خب این یه طرف قضیه. طرف دیگه اینه که میخوام بگم این یک عقبه، این ماجرا یک عقبه در واقع تاریخی هم داره و ماجرایی است که اصلا اصطلاحاً جهان شموله. یعنی چه خانم راندا برن باشه الان، چه مثلا سعدی باشه 100 سال 500 سال پیش، خیلی ها راجع به این ماجرا صحبت کردن و خیلی ها در مورد این ماجرا در واقع تمرکز داشتن. اما حقیقت قضیه چیست؟ یعنی شکرگزاری چیست؟ واقعا اگر شکرگزار باشیم اصلا چجوری میتونیم شکرگزار باشیم؟ بعد واقعا اگر شکرگزار باشیم به چه شکل نعمت بر ما افزون میشه؟ واقعا اگر شکرگزار نباشیم نعمت واقعا اما گرفته میشه، مثلا به چه شکل خدا قهرش میگیره، چجوری از دستش میدیم؟ و علم چی میگه اینجا؟ خب لزوم بررسی این ماجرا ما رو به ما کمک میکنه سبک زندگی و اصول زندگی استوارتری برای موفقیت داشته باشیم، برای خودسازی داشته باشیم. خب پس بنابراین یک گذر خیلی کوچیکی بعد از در واقع این تاریخچه‌ای که صحبت کردیم به مطالب علمی و پشتوانه‌های علمی موضوع شکرگزاری داریم با هم، بعد بهش در واقع ورود می‌کنیم. نظر علم در مورد شکرگزاری چیست؟ پژوهش‌های بسیار زیادی انجام شده و علم تا حد خیلی زیادی به خصوص علم نورولوژی، عصب شناسی، تأثیر مثبت شکرگزاری رو، تأثیر حقیقی مثبت شکرگزاری رو بر ساختار مغزی و عصبی ما تایید میکنه.
یه چند تا نمونهش رو بهتون بگم. توی پژوهش‌هایی که انجام شده شوک‌گذاری نشون دادن که در طول زمان یکی از اتفاقاتی که در عمل در مغز ما ایجاد میکنه، حالا اینا هم باید در نظر داشته باشیم، من شوک‌گذاری اصلا تعریف هم نکردم چون یه تعریف گسترده بزرگی وجود دارد که خب حالا ظرافی وجود دارد که واسه تعریفش میکنم، ولی میخوام بهت بگم این موضوع هم عقبه تاریخی داره، هم عقبه جهانی داره، هم عقبه زمانی داره، هم عقبه علمی داره. یعنی اینجوریه. یکی از اتفاقاتی که رقم میزنه اینه که شبکه‌های عصبی مثبت مغزی ما رو فعال میکنه. ببینید ما ساختار تصمیم گیریمون توی احساسی که میاد توی در واقع ذهنمون، فکری که میاد توی ذهنمون، حالا هر چی از این دست بر مبنای شبکه‌های اصطلاحاً عصبی است. یعنی ارتباط نورون ها با هم دیگه یه سری مسیرهایی رو میسازه. مثلا شما نقشه تهران رو بردار جلوت یا نقشه شهرتون، اگر نگاه کنی یه سری مسیر و جاده وجود دارد که حالا اینا به هم دیگه میخوره، به هم دیگه نمیخوره. مثلا از یه نقطه از شهر بخوای بری یه نقطه دیگه شهر، باید بعضی از این مسیرها بری. این اتفاقی است که عیناً در مغز ما هم میفته. یعنی نورون های ما همشون با هم دیگه در ارتباط نیستن. مثلا یه مسیر نورونی وجود داره که بهش میگیم شبکه عصبی که یه جا به یه مسیر نورونی دیگه در واقع متصل میشه. این شبکه‌های عصبی ساختار هویتی، ذهنی و تفکری ما رو تشکیل میده. مطالعات علمی نشون داده که شوک‌گذاری در میانگین مدت زمان باعث میشه که بخش‌هایی از مغز که قدرت تحلیل در واقع مثبت داره، قدرت تحلیل انجام اتفاقات مثبت رو داره، مثل ناحیه سپتال یا سپتال ایریا یا در واقع کورتکس پیشانی، این جایی که پشت مغزمونه فعال بشه. خب این فعالیت اینا وقتی افزایش پیدا میکنه، ما توان اصطلاحاً تاب‌آوریمون افزایش پیدا میکنه. اینا فکتا و حقایق علمیه از پشت شوک‌گذاری. ما توان تاب‌آوری و تصمیم گیری اون افزایش پیدا میکنه. موضوع دیگه ای که در واقع علم اثباتش کرده در مورد شوک‌گذاری اینه که شوک‌گذاری مستقیما منجر به افزایش دوپامین و سروتونین میشه که هورمون‌های هیجان و شادی و رضایت، و خب این باعث میشه که ما سطح رضایتمون از زندگی بالاتر میره و خب طبیعتاً بازدهی بیشتری خواهیم داشت. موضوع دیگه ای که علم اثبات کرده اینه که شوک‌گذاری تا حد خیلی خوبی منجر به کاهش فعالیت آمیگدال میشه. آمیگدال یک بخشی از مغزه دوستان که با در واقع پردازش احساسات منفی مثل ترس، اضطراب بسیار در واقع تنگاتنگ در ارتباط. اینها باز مقالات مختلفی است که حالا من دارم جمع‌بندیشو بهتون میگم، تازه بحثمون هم هنوز شروع نشده، یعنی تازه اصل بحث اونجاست. منتها میخوام بگم یه پشتوانه‌ای ما برای حرف زدنمون داریم، برخلاف بسیاری از افراد که امروزها تو اینستاگرام خیلی پر شدن و صحبت‌های صرف انگیزشی انجام میدن و تا یه حدی شاید برای ماها خوب باشه، اما در نهایت ما رو پیش برنده به سمت جلو نیست. در نهایت موضوعی که برای ما در واقع پژوهش‌هایی که انجام شده اینه که شوک‌گذاری روی کیفیت خواب ما بسیار اثرگذاره. کیفیت خواب ما رو عمیق میکنه، کیفیتش افزایش میده. به چه شکل؟ منجر به کاهش سطح ترشح کورتیزول که هورمون استرسه در وجود ما میشه و کیفیت خواب ما رو افزایش میده. حالا مطالعات و پژوهش‌های نورولوژی، عصب شناسی در این ماجرا زیاده. اهمیت مرور در واقع این چند تا نکته که من خلاصه وار بهتون گفتم اینه که بدونیم که ما با یک پدیده صرفاً تلقینی روبرو نیستیم. یک سری افراد متعصبی ما به خصوص در عصر حاضر قرن 21 این زمانهایی که داخلشیم تولید شدن، اینها غالبا هم افرادی هستن که سواد علمی کافی ندارن، اما بر مبنای با اتکا به سواد علمی برخی از موضوعات رو خیلی سفت و سخت به تمسخر میگیرن و رد میکنن. مثلا شوک‌گذاری رو خیلی سفت و سخت، خیلی محکم میگه که نه اینا مثلا خرافه است و فلان این حرف. من یه مروری بر ادبیات علمی ماجرا داشتم که بگم مثلا این حرف کلا باطله. البته در مقابل این افراد معمولا متعصبان دیگری وجود دارن که این اصلا شوک‌گذاری و یک ادبیات علمی رو میان در قالب خرافه و انگیزه تزریق میکنن به مخاطب که خب باعث میشه این پدیده وجود بیاد. اما خب ما یه مروری داشتیم ما هم دیگه که تاکیدمون رو مسائل در واقع نورولوژی و عصب شناسیش نیست. یه مروری داشتیم که بگیم که ما ورای
بحثای تلقینی اتفاقی واقعا در مغز ما شکل میگیره در فرآیند شوک‌گذاری. خب یکی از حالا بریم بگیم شوک‌گذاری اصلا یعنی چی. خب احتمالاً چیزی که الان تو اصلا راجع به شوک‌گذاری میدونی اینه که ما کلام برداریم بگیم خدایا مرسی بابت این ماشین، خدایا مرسی بابت این مثلا این همسر، این بچه، خدایا مرسی فلان. شوک‌گذاری در ادبیات عرف به احساس و حالتهای درونی ما مربوط. خب ما خب حالا تکنیک‌های مختلفی داریم، شوک‌گذاری نوشتنی داریم، صحبت کردنی داریم، اما آن چیزی که به طور کلی بهش اطلاق شوک‌گذاری در ادبیات عرف ما میشه، خب حالا چه خانم راندا برن تو کتابش که حالا بررسی میکنیم چه هر چیز دیگه‌ای، شوک‌گذاری به کیفیت احساسات درونی ما میگن. یعنی شوک‌گذاری برخلاف تصور عموم اصلا این پدیده‌ای که ما هی بگیم خدای شکرت خدای شکرت خدای شکرت نیست، یا حتی بنویسیم شوک‌گذاری کیفیت احساسات درونی است. وقتی شما از درون احساس خوبی داری، احساس رضایت داری، احساس مثبت داری، از احساسات منفی که دائما میترسی بهش نرسی، مثلا نشه، وای اگر شکست بخورم، وای اگر فلان بشه، رها میشی و اینا رو پر میکنی وجودت با این احساسات مثبت، ما به این وضعیت احساسی یا emotional state میگوییم شوک‌گذاری. این یک تعریف. پس بنابراین الان باید بدونی که وقتی ما راجع به شوک‌گذاری صحبت میکنیم، حتی خانم راندا برن تو کتاب در واقع معجزه شوک‌گذاریش در واقع تمام تاکید بر این است که من احساس خوب و مثبتی داشته باشم. که من بعضا دیدم حالا صحبت‌های غیر دقیق ولی جالبی بعضی جاها مطرح میشه که شما مثلا چیزهایی رو که از خدا میخوای بعد از اینکه ازشون خواستی شروع کن در مورد شوک‌گذاری کردن، مثلا به صورت پسیو عمل کن. انگار بعد از اینکه مثلا من فلان چیزو از خدا میخوام، بعد شروع کرده، بعد میگه که فردا شروع کن بگو خدای مرسی که اینو دادی. خب یعنی اینکه فرض کن داده. خب اینا یه سری تکنیک دیگه، حالا ما هم نمیخوایم خیلی بهش ورود کنیم، ولی چرا از یه همچین تکنیکی استفاده میشه که میگه خدا رو شکر کن بابت اینکه گرفتیش در صورتی که نگرفتیش؟ چون در واقع با این تکنیک میخواد بار احساسی مثبت به ما القا کنه. یعنی مدار افکارت رو در واقع توی احساس این که دیگه نترسی از این که به دست نمیاد. خب داره با یه ابزاری تو رو در واقع گول میزنه که فکر کنیم به این که به دستش آوردی که این بار فکری مثبت رو برای خودت حفظ کنی. خب پس این تعریف رو داشته باش از اینجا که از این به بعدم بدون که بحث اینه هر جایی صحبت میشه ازش، بحث هم احساس درونیست که خب ما هممون میدونیم که وقتی ما احساسمون، یعنی حتی اگر خیلی نخواهیم دقیق باشیم تو موضوع در واقع شوک‌گذاری و معجزه شوک‌گذاری، ما هممون کم و بیش این رو میدونیم که وقتی احساس خوبی داری از درون، اتفاقات خوبی هم میافته. ما هممون به مراتب تقریبا این رو تجربه کردیم، موضوع تجربی است. یعنی پس میخوام بهت بگم که با اتکا به این در واقع صحبت لزوما چیز عجیب غریبی نیست وقتی نسبت به موقعی که حالت بده، همش مثلا خودکمبینی داری، حقارت داری، ترس داری، وقتی احساس مثبت و خوب رو همش با خودت حمل میکنی، انگار زندگی ساختارش به این شکلی که اتفاقات خوبی هم برات رقم میزنه. خب حالا یه نکته‌ای که اینجا مهمه اینه که تفاوت شوک‌گذاری بچه‌ها با نگرش مثبت رو متوجه بشین. ببین بسیاری هم آقا ما مثبت نگری رو به عنوان یک نگرش و یک تکنیک روانشناسی با شوک‌گذاری اشتباه میکنیم. خب ما فکر میکنیم که در واقع شوک‌گذاری همون مثبت نگری است. حالا یعنی چی؟ بذارید اول مثبت نگری رو در واقع تعریفش بکنیم. مثبت نگری یک تکنیک روانشناختی است که تکنیک بسیار خوبی است و همیشه همه انسان‌ها باید در واقع برن سراغش، برن سمتش. منتها کاملا یک تکنیک رفتاری است، یعنی به حالتهای درونی مربوط نیست. مثبت نگری این رو میگوید که شما در هر مقطعی از زمان و در هر اتفاقی که توی زندگیت میفته میتونی نیمه پر لیوان رو نگاه کنی، میتونی نیمه خالیش رو نگاه کنی. به عنوان مثال عزیزی رو مثلا خدای نکرده از دست میدی، میتونی تمرکزت رو بذاری روی از دست دادن اون، حالا یا جدایی اتفاق میفته از دستش میدی یا اینکه در واقع خدای نکرده مرگی در واقع اتفاق میفته. حالا میگه مثبت نگری، روانشناسی مثبت نگری میگه میتونی تمرکز رو بذاری روی این عزیزی که از دست دادی، یا در مقابل بیای تمرکز رو بذاری روی مثلا فرزندی که داری، روی رابطه‌ای که داری.
دو تا زاویه رو واقعیت میشه نگاه کرد. به جای اینکه چشمتو ببندی به دارایی‌هایی که داری و چشمتو باز کنی و آن چیزی که از دست رفت، میگه برعکسش انجام کن. ما به این شاخه در روانشناسی میگیم روانشناسی مثبت‌نگری. واقعیت اینه که در بسیاری از موارد من دیدم چه افرادی که ادعای تدریس دارن، چه افرادی که پیجشو دارن، کتاب دارن، صحبت میکنن، سمینار میذارن، چه افرادی که انجامش میدن تو این بازیان، تو این وادیان، مثبت نگری رو با شکرگزاری اشتباه میگیرن. این مثبت نگری است. مثبت نگری بچه‌ها، ما در هر شرایطی در زندگی وظیفه داریم که به جای اینکه رومون رو به سمت تاریکی نگه داریم، رومون رو برگردونیم به سمت روشنی. به این میگیم مثبت نگری. یک پدیده کاملا 100% ساینتیفیک، علمی و قابل درک و قابل یعنی منطق تو هم الان قضیه رو میفهمه. همیشه باید تلاش کنیم نیمه پر لیوان رو ببینیم. اما عرض کردم این یک نگرشه. شکرگزاری در کنار این نگرش یک احساس درونی است. خب پس این نکته تفاوت این دو تا رو با هم دیگه بدون، چون به خصوص در ادامه صحبت در واقع می‌خوایم ازش استفاده کنیم. اما موضوع دیگه‌ای که در واقع نکته دیگه‌ای که شما باید در مورد شکرگزاری بدونی، چون خب حالا ما اصلا قرارمون بر این بود که یک توضیح و نقد علمی داشته باشیم، این که تفاوت شکرگزاری و حمد و تسبیح. خب این باز با مثبت نگری فرق داره. شکرگزاری حمد و تسبیح مثبت نگری نیست. شکرگزاری هم مثبت نگری نیست، شکرگزاری هم حمد و تسبیح نیست. حمد و تسبیح به چه معنی است؟ خب حالا ما از واژه در واقع به کلام قرآنیش استفاده کردیم، ولی خب در روزمره‌مون هم استفاده میشه. ما نوعی از شکرگزاری کلامی و نوشتاری رو بهش میگیم حمد و تسبیح، که در واقع تاکید میکنم این با مثبت نگری فرق داره. ما وقتی حمد میکنیم، یعنی صفات وجودی خدا رو، بچه این خیلی نکته مهمیه، ما وقتی حمد میکنیم در واقع داریم صفات وجودی خداوند رو به زبان میاریم یا مینویسیم. این به این حالت میگیم حمد. خب یعنی آن چیزی که خدا هست خب رو بهش میگیم حمد. پس بنابراین حمد لزوماً بار معنایی شکرگزاری که ما داریم الان راجبش صحبت میکنیم یا خیلی جا راجبش صحبت میشه وجود نداره. خب مثلا خدا طبق حالا صحبت آموزشی که قبلی که داشتیم و میتونید مشاهده کنید، خدا جامع جمیع وجود است. خب ذات مقدس خداوند اقدس الهی وجود است. بنابراین ما مثلا اگر بگوییم که ای خدای مهربون قربونت برم که هر چی که وجود داره قائم به توه، این جمله من یا حالا بنویسیمش یا در واقع کلام بیاریمش، به نوعی حمد، صفات وجودی خدا، آن چیزی که وجود داره رو وقتی ما با زبون میاریم یا بنویسیم میگیم حمد کردیم. این نه به احساس مربوطه نه به نگرش مربوطه بچه‌ها. خب حمد کردن این نوعی، میدونید من دارم واژه حالا در واقع واژه‌های جایگزین عربیش یا مثلا انگلیسیش استفاده میکنم، چون ببینید ما محدودیت زبان باعث میشه که ما اشتباه کنیم. ما وقتی لغت‌های مختلف رو همه رو در قالب سپاس و شکرگزاری ترجمه میکنیم باعث میشه قضیه رو نگیریم. بنابراین من واژه‌ها رو دارم سعی میکنم که برای تعریفش کنم. ما محدودیت زبان فارسی یا زبان‌های مختلف باعث میشه که بعضی موقع ما در واقع اینو نتونیم تحلیلش کنیم. به عنوان یه پرانتز برای اینکه قضیه رو بفهمی دارم اینو خدمت عرض میکنم که مثلا ما تو ادبیات فارسی از عشق خیلی جاها استفاده میکنیم، از کلمه عشق. اما کلمه عشق رو الان مثلا پیش خودت فکر کن چند تا تعبیر مختلف ما از کلمه عشق داریم. 10,000 تا. عشق بین انسان و خدا، عشق بین انسان با جنس مخالفش، همسرش، شریک زندگیش، عشقی که تو به دنیا داری، عشقی که تو به موجودات داری، 1000 تا مدل مختلف. ما همه اینا میگیم عشق. خب ما باید وقتی بخوایم توی بحثی ورود کنیم خیلی دقیق راجبش صحبت کنیم. این ماجرا راجب سپاسگزاری هم شکرگزاری هم صادقه. ما به هم میگیم شکرگزاری، به تسبیح میگیم شکرگزاری، به نگرش مثبت میگیم شکرگزاری، به همین میگیم شکرگزاری. در صورتی که اینجوری نیست. پس هم چی شد؟ به زبان آوردن یا نوشتن آن چیزی که صفتی که خداوند داراش هست، یعنی این صفت رو خدا داره، ما به این حالت میگیم حمد. خب در عرف در کلامت ممکنه بسیاری از جاها استفاده که میکنی اینجوری باشه که مثلا این رو با شکرگزاری نشون بدی، ولی این اون شکرگزاری نیست. یادت باشه اون شکرگزاری که در واقع راجعش صحبت میشه و میخوایم راجعش صحبت کنیم. اما تسبیح چیست؟ شنیدیم دیگه حمد و تسبیح، این دوتا باز یکی نیست.
تسبیح یعنی خداوند را از آن چیزی که نیست منزه میکنیم. یعنی تو هم میگیم تو اینی، قربونت برم. تو تسبیح میگیم تو این نیستی، قربونت برم. خب این جلسه آموزشی بخشی از دوره آموزشی من قدرتمنده. شما در این دوره یاد میگیرید چگونه تبدیل به یک نسخه قوی‌تر از خودتون بشید و بتونید یه زندگی ایدئال برای خودتون بسازید و قدرت رسیدن به خواستهاتون رو پیدا کنید. برای کسب اطلاع بیشتر از سرفصل‌های دوره و انجام ثبت نام لطفاً به سایت رسمی ما به نشانی www.amirmohammadi.ir مراجعه کنید. معمولاً تسبیح کردن برای انسان بسیار راحت تره در مقابل خالقش. چرا؟ شما ذات مقدس خداوند رو نمیتونیم بشناسیم. من تو جلسات آموزشی مختلفی که توی هایلایت در واقع آموزش‌های رایگان یا هایلایت خودشناسی میتونید ببینید راجع به خداوند صحبت کردم که درکی در واقع بهت میده. ما بسیاری از جاها مثلا میگیم خدایا تو نمیتوانی نبخشی. خب تو یک وجود غیر بخشنده نیستی. خب ذات تو بخشایشه دیگه. ببینید ما یه سری صفاتای مثلا تو خدا نمیتونه کینه بگیره، خدا نمیتونه مثلا اینا نمیتونمه قادر بودنش را زیر سوال نمیبره ها، چون کینه مثلا صفت انسانی است. خب محدودیت داره. کی کینه میگیری؟ وقتی زورت به شرایطی نمیرسه. خب خدا که زورش به هر شرایطی میرسه پس کینه نمیگیره دیگه، خیلی واضحه. یا مثلا خدا نمیتونه دزدی کنه. چرا؟ چون همه اصلا طبق تعریف وجودی خداوند تمام دنیا متعلق به اوست. از چی میخواد دزدی کنه؟ خب اینا میخوام بگم نمیتونه بار اینا نداره که قادر مطلق بودنه خدا رو زیر سوال ببره. منظور این است که این صفت ها مختص انسان است، به خداوند نسبت داده نمیشه. ما خیلی تسبیح رو بچه‌ها راحت تر میتونیم انجام بدیم نسبت به هم، چون ما دقیقاً نمیدونیم خدا چیست ولی میدونیم خدا چیا نیست. مثلا ما میدونیم که حتما خدا ویژگی انسانی نداره، پس بنابراین اگر ما ویژگی انسانیمون رو به خدا میخوایم ربطش بدیم اینجا باید حواسمون باشه سریع تسبیح کنیم. و اگر بازم تو پرانتز میگم، شما مثلا اگر قرآن رو هم برید در واقع تبرک کنید، تفقه کنید، پژوهش کنید داخلش، میبینید که بخش عمده‌ای از در واقع قرآن به تسبیح خداوند پرداخته، نه به حمدش. حمد خیلی کم اتفاق افتاده در قرآن، چون میگم وجود رو ما نمیتونیم خود خداوند رو درک کنیم ولی میتونیم بگیم چیا نیست. خب مثلا ویژگی میگم نواقص انسانی خداوند نداره، مثلا کینه کنه نسبت به انسان، رنجش بگیره، خشمگین بشه، اینا ویژگی انسانی است، نداره. حالا بازم یه پرانتز بدم، من دوستانی که احتمالاً مذهبی هستن و مثلا قرآن خوندن یا خوندن کتاب‌های مذهبی هستن، شاید برای شما سوال بشه که خب ما این مطالب رو مثلا تو قرآن داریم. خب بله داریم، منتها شما قرآن رو به سطح ظاهر نباید بخونی، به تفسیر و تعویل باید بخونی، چون ما نمیتونیم صفات انسانی که ناشی از زایده از کمبودهای انسانی است به خدا در واقع نسبت بدیم. اینا یه سری عمق داره، ظاهرشونه، عمقش رو در واقع شما تفسیرها و تعویلش باید بخونید. خب پس ما تا اینجا متوجه دو تا نکته بسیار مهم شدیم. یکی اینکه شکرگزاری با نگرش مثبت دو تا چیز کاملا جداست. این یک. دو اینکه شکرگزاری با حمد و تسبیح هم دو تا چیز جداست. تفاوت حمد و تسبیح هم خیلی حالا سعی کردیم زیرکانه توی صحبتمون بگنجونیم، با اینکه خیلی به موضوع صحبت ما در واقع مرتبط نمیشه و فهمیدیم که در واقع حمد و تسبیح، نگرش مثبت و شکرگزاری سه تا فاکتور متفاوته. خب و این دونستنش بسیار مهمه برای اینکه ما بتونیم در واقع از مفهوم شکرگزاری واقعا توی زندگیمون استفاده کنیم. خب حالا با این تعریفایی که انجام دادیم، من دوباره مجددا تعریف اولیه که از شکرگزاری داشتیم رو مرور میکنم. ما تعریف اولیه که از شکرگزاری داشتیم اینی که گفتیم یک ایموشنال استیت، یک حالت درونیه. من از درون سرشار از احساسهای مثبت باشم، حالم خوب باشه. یا به قول آقای دکتر الهی قمشه‌ای میگه مثلا شما میتونی بری سر نمازت الحمدلله رب العالمین هم بگی، حمد و سپاس متعلق به خداوند عالمیان است، پروردگار عالمیان است هم بگی، منتها به این شکل بگی الحمدلله رب العالمین، یعنی از اعماق وجودت هم مثلا یه جوری در کلامت داری حمد میکنی، اعماق وجودت ناسپاس. این همین تفاوت ریز حمد و تسبیح با شکرگزاری است. خب یعنی تو کلامن داری بار مثبت میگی ولی احساسا داری میگی بابا پدر ما تو زندگی در اومده. یعنی تو احساست شکرگزار که نیست که در مقابل خداوند، فقط داری حمد میکنی، شکرگزار نیستی. خب اینا هر کدوم سر جای خودش یه معنی ده.
حالا پس بیایم یه ذره برای اینکه انقدر پیچیدگی نداشته باشیم و در نهایت بتونیم از این استفاده کاربردی بکنیم، یه ذره شکرگزاری تعریف دقیق تری ازش داشته باشیم. شکرگزاری در تعریف دقیق ترش دوست من، که از این که بخوایم بگیم یه بار در واقع احساسی مثبته، تعریف دقیق تر شکرگزاری یعنی احساس اعتماد مطلق به ساختار جهان است. یعنی دقیقاً تو درک کنی که همون جایی هستی که باید باشی، یعنی نه نگران باشی نه ناراحت باشی، دقیقاً جایگاه خودت رو، یعنی به این احساس درونی. بچه خیلی دیگه این تیکه مهمه ها، یعنی دقیقاً رو بیس همین دیگه میخوایم بحث ادامه بدیم. یعنی دقیقاً احساس درونی تو اینجوری باشه که همه چی سر جاشه، همه چی سر جاشه. یعنی اونی که رفت باید میرفت، اونی که قراره بیاد حتما میاد، چکی که دارید مثلا چند هفته دیگه اگر قرار باشه برگشت بخوره میخوره، اگر قرار باشه پاس بشه میشه. تو دقیقاً جایی که توی زندگیت هستی بهترین جاییست که میتونستی باشی، اصلا گزینه دیگه ای نداشتی مثلا ای کاش فلان ای کاش بهمان رو باید بریزی کنار. یعنی من دقیقاً بهترین انتخاب ها رو داشتم، همه زندگی سر جاشه، دقیقاً همون جایی که باید باشه است و بنده هم به عنوان یک المان از این زندگی دقیقاً در بهترین جای ممکن و درست سر جام. یعنی از همه اما و ایکاش ها، اگرها، ترس ها و این حرفا فاصله بگیری و در یک اعتماد مطلق نسبت به ساختار زندگی و جریان زندگی و سرنوشتت قرار بگیری. یعنی دقیقاً احساس کنی که سر دقیقاً در درست ترین جای ممکن زندگی قرار گرفتی. یک گریز من میزنم به یک سری از در واقع مطالعات دینی که اینجا میتونه جالب باشه، هرچند بحث ما اینجا بحث مذهبی نیست، ولی خب یه گریزی میزنم. ببینید ما یکی از آیاتی که مفسرین در تفسیرش در سالهای مختلف خیلی مشکل داشتن، چالش داشتن، تفسیر یکی آیه است که در مضمون در واقع به ما این رو میگوید که هر آن چیزی که در آسمان ها و زمین است در واقع حمد و تسبیح خدا رو داره میگه، سپاسگزار خداست. مضمون آیه این است، شکرگزار خداست. خب مفسرین اولیه در واقع اومدن بر این مبدا این آیه رو تفسیر کردن که هر چیزی که میبینی، مثلا این کیس ایرپاد من، این هم مثلا در درونش زبانی داره و زبان شبیه انسان داره، شکر خدا رو میگه، سپاسگزاری خدا رو میکنه، حمد و تسبیح خدا رو میگه. این مفسران اولیه. یک مقداری جلوتر مفسران معاصر مثل در واقع علامه طباطبایی میگن که خیر این شکلی نیست، این نوع تفسیر با علم امروز، با منطق عقل امروز همخوانی نداره. خب ایشون مثلا و همفکران ایشون مفسران بعدی بر این باورن که ما این آیه اشاره به این داره که ما وقتی در طبیعت قدم میگذاریم، ما وقتی به آسمان نگاه میکنیم، ما وقتی مثلا مخلوقات دیگر رو میبینیم، اتفاقی که برامون میفته اینه که ما زبان به حمد و تسبیح باز میکنیم، نه آنها. یعنی میگه منظور آیه اینه. و اما سومین مدلی که از این آیه تعبیل و تفسیر شده که دقیقاً منطبق با تعریف ماست، همین تعریفی است که بنده خدمت شما کردم، این که شکرگزاری یک وضعیت گفتاری نیست و منظور از آیه این که هر چیزی که در آسمان و زمین است در حال شکرگزاری خداونده، به این معنی نیستش که به کلام اینو میگه یا ما رو به چنان حیرتی وادار میکنه که ما به کلام اینو بگوییم. منظور اینه که همه چی در دنیا نقش خودش رو، هر موجودی، هر مخلوقی بجز انسان، هر چی، سنگ، یه تیکه سنگ، یه کره توی فلان، خورشید، ستاره، کهکشان، هر چی نقش خودش رو به طور کامل پذیرفته و بر این ایمان قلبی هست که همه چی سر جاشه، نه هول میزنه، نه میترسه، نه میره تو فکر، نه خود مشغولی داره، نه ناراحته، نه درگیر اما و کاش میشه، نه درگیر حسد میشه، نقش خودش رو با حال بسیار خوبی ایفا میکنه. مثلا بیا مریخ رو در نظر بگیریم. سیاره مریخ خیلی مطیعانه و در واقع به تعریف استعاره ادبی میتونیم بگیم با حال خیلی خوب داره کار خودشو میکنه و خودشو با کسی مقایسه نمیکنه. مریخ مثلا به زمین حسادت نمیکنه، مثلا بیاد مثلا سنگ بندازه مثلا مدارش رو داشته، نه، خیلی سر جای خودش، به این که خودش مریخه مطمئنه، به این که همه چی هم سر جاشه مطمئنه، وظایف روزانه‌اش انجام میده. یک سیاره مریخ. خب
و این با تعریف ما از سپاسگزاری کاملا منطبقه این مدل و میبینیم که واقعیت همینه دیگه. یا مثلا بیایم یه مثال نزدیکتر، یه کفتر یه کبوتر رو در نظر بگیر. خب تو شهر هممون هست، یه گربه رو در نظر بگیر، هم دیدین. ببین این گربه یا کبوتر صرف نظر از این که الان آشیانه‌ای دارد یا ندارد، خب مثلا اینا جاندارهایی هستن که مثل انسان عمل نمی‌کنن دیگه. روز مبادا واسهشون تعریف نمیشه، ترس براشون تعریف نمیشه، پسنداز براشون تعریف نمیشه. مثلا اگر یه غذای امروز زیاد گیرت اومد، اینو برو یه جایی مثلا ذخیره کن بعداً بخوری. انسان ساختارش این شکلیه دیگه. مثلا گربه‌ای که تو خیابونت می‌بینی یا کبوتری که می‌بینی همچین ویژگی نداره. این اصلا نگران روزی فرداش هم نیست. خب درست از درون به این شکل خلق شده که این اعتماد وجودی رو دارد، نه جنس اعتماد انسان یعنی با خودت مقایسه نکن. اصلا ساختارش این شکلی خلق شده که دقیقاً نقش خودش رو انجام میده و مطمئنه که همه چی سر جاشه. بنابراین آفتاب که میزنه کفتره بلند میشه میره و دست بر غذا روزیش هم جور میشه، دونش هم میخوره، برمیگرده دوباره آفتاب که میزنه میخوابه، نگران هم نیست. چرا؟ چون مطمئنه همه چی سر جاشه. به این شکل وجودش نمادی از سپاسگزاری است. خب ببین ما اگر بخوایم بیایم بگیم که مثلا سپاسگزاری مخلوقات به خداوند کلامی است، در واقع سطح این رو خیلی رقیق کردیم. خب مثلا انگار خداوند مثلا تشنه مثلا تملق و چاپلوسی است. به این شکل نیست. پس بنابراین یک تعریف دقیق‌تری از سپاسگزاری جمع‌بندی میکنم با این توضیحاتی که دادم. اینه که ما دقیقاً این رو بدونیم. بچه‌ها اینو بنویسید این جمله. دقیقاً اینو بدونیم که همه چی در زندگی ما سر جاشه از جمله خودمون و با یک اعتماد کامل قدم‌های بعدی رو برداریم. باز مثال میزنم، یعنی دقیقاً از درون بر این واقف بشیم که اون شخصی که رفت باید میرفت. دقیقاً یعنی درست ترین اتفاق ممکن افتاد از رفتن اون شخص. اون خانواده‌ای که من توش به دنیا اومدم، وضعیت پدرم، مادرم، چرا بابام اینجوری بود، چرا مامانم اینجوری بود، چرا تو این خانواده به دنیا اومدم، به این وضعیتی درونی برسیم که اتفاقاً بهترین جایی که من میتوانستم به دنیا بیام همین خانواده با همین ویژگی در همین موقعیت بود. یعنی این از درون کاملاً بهش واقف بشیم. این معنی رو میده شکرگزاری. اینو که از نتیجه درونیمون به این نتیجه برسیم، از درون به این نتیجه برسیم که آقا اون اجاره خونه من آخر ماه اگر چنانچه مقدر باشد که پرداخت شود حتما می شود و اگر چنانچه مقدر نباشد نمی شود. این وضعیت شکرگزاری در نیست. حالا این مقدر بودن هم یه مقداری ممکنه فریبنده باشه و تو فکر کنی که مثلا دیگه بشینی توی خونه، خب اگر خدا بخواد دیگه مثلا اجاره من میاد دیگه چکم پاس میشه. نه خیر، کبوتر هم بلند میشه میره دنبال روزیش، منتها مطمئنه که قرار بر این است که اینجا باشه یا اونجا باشه، خدا راهنماییش میکنه و به روزیش میرسه. میره یه جا سر میزنه نیست، میره اون طرف میاد این طرف، بالاخره در واقع خدا مثلا به دل یه انسانی میندازه براش دونه میگوشه. یعنی شما از وضعیت درونیت به قرار برسی، باید بلند شی بری هر کاری از دستت برمیاد انجام بدی تا در نهایت آرامش. یعنی مطمئن باشی که این پشت کارگردانی کل این زندگی قطعا سر جاشه، همه چی سر جاشه. خب این وضعیت نهایی رو ما بهش میگیم شکرگزار بودن. و ببینید دوستان عزیزم، تنها موجودی در دنیا، تنها مخلوقی در دنیا که از جایی که باید باشه خارج میشه انسانه. یعنی هیچ کبوتری به این که چرا گربه نشده حسادت نمیکنه، هیچ کبوتری به کبوتر بغلیش حسادت نمیکنه، هیچ کبوتری درگیر شکست عشقیش نمیشه مثلا برای اینکه فلان ماده رو از دست داد. هیچ شیری مثلا این مستندا رو دیدی دیگه، شیر تو جنگل مثلا تا حالا دیدی شیر بیفته دنبال یه آهو شکارش کنه، بعد آهوه مثلا دستش فرار میکنه؟ خیلی موقع تو مستندا دیگه آهوه فرار میکنه، شیره مثلا به غرورش بر میخوره، جریحه دار میشه دیگه، مثلا خجالت میکشه، ترس از قضاوت هم گله‌ایاشو داره دیگه، روش نمیشه برگرده سمت گله. شما تا حالا همچین چیزی رو دیدی؟ ندیدی. میدوه دنبال آهوه دستش فرار میکنه، شیرم خیلی ریلکس برمیگرده میشینه سر جاش. ببین اینها قرار وجودی دارن، در مدارشون قرار دارن، به غرورش بر نمیخوره وای الان راجع هم چی فکر میکنن نکنه الان مثلا. و این چیزیست که حالا دیگه نمیخوام بیشتر از این بهش وقت بدم. تنها موجودی که مخلوقی که سر جاش نیست انسانه.
مدام احساس میکنیم که کاش که اینجوری میشد، من نباید تو این خانواده به دنیا میومدم، اگه بابا اینجوری بود اونجوری میشد، اگر اون عشق سابقم این شکل نمیشد اونجوری میشد، اگر مثلا فلان مقدار پول و فلان خونه‌ای که اونجا فروختم و بجاش اینجوری میکردم اونجوری میشد. ببین ما مدام احساس میکنیم سر جامون نیست، یعنی همیشه احساس میکنیم جای ما باید اونجا میبود الان اینجایی. و در نسبت به آینده هم میبینیم، یعنی احساس میکنیم که اگر مثلا یه اتفاقی بیفته مثلا خدای نکنه برگشت خوردن چکمون، حتما به ضرر ماست، حتما مثلا ما به فنا میریم. ما اصلا در جریان هستی به یک قرار ثابتی نمیرسیم انسان که بشین سر جات دیگه، این همه مخلوقات توی دنیا دارن کارشون رو میکنن، بشین سر جات کارتو بکن. ببین انسان تنها مخلوقی است که در این وضعیت وجودی قرار میگیره و این وضعیت وجودی را همه ما تجربه کردیم و مدام درگیرش هستیم و این وضعیت وجودی وضعیت آزاردهنده است و ما را از درون هم به هم میریزه، هم نمیذاره اصلا ما رشد لازم برای رسیدن به خیلی از چیزها رو تو زندگیمون داشته باشیم. در صورتی که ما باید تلاش کنیم به وضعیت شکرگزاری با تعریفی که خدمت عرض کردم برسیم، با آرامش کامل کارمون رو انجام بدیم. اتفاقا ظرفیت‌های درونیمون هم خیلی چیز منطقیه دیگه، ظرفیت‌های درونیمون هم خیلی شکوفا میشه. اینکه مثلا من 10 روز دیگه یه چکی دارم، از امروز تا 10 روز دیگه دائما بر مدار ترس اینکه وای خدای نکرده اگه نتونم پاس کنم باشم، اصلا نمیتونم کارم هم با کیفیت انجام بدم. میخوام بگم این تعریفی است که با منطق ما هم با عقل ما هم جور در میاد دیگه، یعنی میتونیم بپذیریم. حالا فرض کن من تو این 10 روز با نهایت آرامش، چه که بر بخوره چه برگشت بخوره چه نخوره، با نهایت آرامش کارام میکنم، خب ظرفیت‌های نهان خیلی بیشتری رو میتونم ارائه بدم. بنابراین انسان باید به این سمت بره که سپاسگزاری، شکرگزاری رو نه به عنوان یک انتخاب، به عنوان یک اجبار برای زندگیش بیاره، چون یکی از ساختارهای خلقته و کیفیت زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده با این تعریفی که در واقع بنده خدمت شما کردم. حالا تا اینجا دوستانی که از ابتدای در واقع این جلسه آموزشی همراه ما بودن به این مقطع صحبت که رسیدیم حتما میتونن به این ماجرا اذعان کنن که ما چقدر عامیانه به این پدیده نگاه میکردیم و چقدر ابعاد پیچیده تری داره. دوستانی هم که در واقع از نیمه بحث همراه ما شدن در انتهای همراه ما بمانن، در انتهای بحث هم در واقع میتونن دوباره به جمع‌بندی برگردن و گوش بدن و تماشا کنن. حالا چجوری باید در واقع شکرگزار بود؟ ما همه اینا رو گفتیم، خب اوکی خیلی خوبه فلانی، ما توی زندگیمون چجوری باید به این حالت که شما داری تعریف میکنی برسیم؟ خب چند تا قدم عملی بنده خدمت شما تعریف کردم که خدمتتون ارائه میدم که حتما این کارا رو بکنید. ببینید ما یهو نمیتونیم وجودمون رو پر از احساس قرار بکنیم. این نکته بسیار مهمه بچه‌ها. ما قبل از این که وجودمون رو پر از احساس قرار بکنیم و آرامش و امید و حال خوب، این که همه چی سر جاشه، everything is okay به قول انگلیسی‌ها، قبلش باید وجودمون رو از بیقراری ها بزوداییم. یعنی در درون ما یک سری چیزهای منفی و تاریکی وجود داره که ما نمیتونیم اینا رو همزمان نگه داریم، روش هم یه سری روشنایی و قرار و حال خوب هم بذاریم، امکان نداره، دچار تضاد درونی میشیم. ببینید باز یکی از ایرادهای دیگه ای که صحبت‌های انگیزشی، دوره‌های آموزشی انگیزشی برای ماها ایجاد میکنه اینکه ما مثلا اگه هر روز صبح بلند شیم بریم جلوی آینه دستشویی 30 مرتبه خودمون بگیم تو خیلی خفنی، امیر تو بهترینی، امیر تو نمیدونم فلانی، امیر تو خیلی دوست داشتنی هستی، این خیلی خوبه به عنوان یه تکنیک. اما از اونجایی که تاریکی از اون طرف تو وجود من هست، من روشنایی رو دارم میارم تو تاریکی، چالش پیدا میکنم. یعنی من در اعماق وجودم باز یه صدای همیشه داره بهم میگه که نکنه پسر خراب کنی، نکنه نشه. این در اعماق وجود من همش داره این اتفاقه برای من میفته. بنابراین ما اولین قدم برای اینکه به سپاسگزاری درونی برسیم و اون معجزه رو واقعا تو زندگیمون تماشا کنیم اینه که اول این انبار وجودمون رو از آتش آشغال و تاریکی باید خارج کنیم، بعد با روشنایی پرش کنیم دیگه. من اینجا مثلا یه لیوان الان چای ریختم که حالا نشدم بخورم، سرد شد. ببین من اگه این لیوانو بخوام با آب پرش کنم و لیوان آبی خدمت شما تقدیم بکنم، رفیق خیلی واضحه که من باید اول چای اینو خالی کنم. حالا میتونم انقدر آب بریزم که این چای با آب خالی شه و یه دست آب بشه، میتونم اینو کلا تخلیه کنم یه جایی ببرم آب بریزم توش. من نمیتونم سر اینو آب بریزم بعد تقدیم شما کنم بگم این آبه، بعد میگه قاچار پس این رنگیه، میگه نه چاییه نه آبه، نه مزه چای میده نه آب. بنابراین ما در قدم اول دوستان باید این تاریکی ها رو از درونمون خارج کنیم. حالا این تاریکی ها چی هست؟
من یه چند تا باز خلاصه خدمت شما میگم، اینا رو یادداشت کنید حتما و اقدام عمل روش انجام بدید. بخشی از این تاریکی‌ها هویت‌های کاذبی است که از دوران بچگی تو ما مونده. خب مثلا تو الان فکر می‌کنی زشتی، چاقی، لاغری، خوشگلی، باهوشی، خنگی، زشتی، زیبایی، هم مثبتش هم منفی. ببین اینا صفت‌های مطلق تو نیست. خب صفت‌های مطلق یعنی صفت‌هایی که اگر کل زمین رو خالی از سکنه بکنن، فقط شخص شما روی زمین باشی، باز این صفت رو بتونی به خودت تخصیص بدی. مثلا وقتی میگی من خوشگلم، این یک صفت قیاسیه، یعنی حتما یه آدم زشتی دیدی که احساس می‌کنی، یه آدمی دیدی که حداقل احساس می‌کنی تو زشتره، یا یه شخص سومی اومده در واقع به قضاوت پرداخته که تو خوشگل‌تر از اونی، اون زشته و بنابراین احساس می‌کنی الان خوشگلی. اگه احساس می‌کنی من بدم، حتما در مقابلش یه خوبی تعریف شده دیگه. یعنی اگر کل جمعیت زمین رو خالی از سکنه بکنن فقط شما باشی، دیگه چیزی برای قیاس وجود نداره دیگه. نمیتونی بگی خوبم، بدم، نه چاقم، نه لاغرم، چون معیاری برای چیز نداره، معیار مطلقی وجود نداره. به این صفت‌های قیاسی که متعلق به شما نیست، در مقایسه با بقیه افراد در شما ایجاد شده و در شما ایجاد میشود از این به بعد هم، چه مثبت باشه چه منفی، میگیم هویت کاذب. یعنی این هویت متعلق به شما نیست. ما صرفاً در هویت، در بحث، حالا میگم توی یکی از جلسات آموزشی در قالب ذهن آگاهی راجعش صحبت خواهد شد. علی الان یه گریز کوچیک بخوام بزنم، ما آن چیزی که صفات مطلق شماست رو میگوییم هویت شماست. یعنی جمعیت زمین رو کاملا خالی از سکنه بکنن، تو باشی چیا داری اون دقیقاً تویی. خب ما هویت‌های کاذب، آن چیزهایی که مقایسه‌ای هستن از بچگی گرفتیم رو باید شروع کنیم گذاشتن کنار. مثلا من بابا مامانم خیلی، مثلا حالا دور از جون شما، حالا جسارتم نباشه به عنوان یک اصطلاح دارم استفاده میکنم که در واقع درک کنیم، خیلی میزدن تو سرم، هر کاری میکردم میگفتن تو خوب نیستی، هر کاری انجام میدادم دعوا میکردم، میگفتن باز تو این کارو کردی، باز تو درس نخوندی، هی مقایسه میکردم با بقیه، دخترم تو ببینید تو خیلی بهتره، پسرم تو ببینید تو خیلی بهتره. بنابراین در وجود من یک صفت قیاسی بد شکل گرفت در اعماق وجود من که تو امیر به اندازه کافی خوب نیستی. خب الان یادم نمیاد مقایسه شدم با پسرم و مثلا. بنابراین یه بخشی از تاریکی‌های درون ما هویت‌های کاذبه، میخواد خوب باشه میخواد بد باشه، اینا رو باید لیست کنی و به مرور زمان بذاریشون کنار. اینا واقعی نیست، اینا چیزهاییست که در واقع تو گرفتی به خوده، چون هیچ انسان بد خالصی وجود ندارد، هیچ انسان خوب خالصی هم وجود ندارد، هیچ خوب خالصی نیست، هیچ بد خالصی نیست، هیچ درست خالصی نیست، اینا هیچ کدوم خالص نیستن. هیچ زیبای خالصی وجود نداره، هیچ زشت خالصی وجود نداره. شما تا ابد هیچ فقیر خالصی وجود نداره، هیچ پولدار خالصی هم وجود نداره. شما تا ابد میتونی مقایسه کنی وضعیت بهتر، ببینی مثلا یه آدم پیدا کنی از خودت مثلا ندارتر احساس کنی پولدارتری، یا آدم پیدا کنی از خودت پولدارتر احساس کنی فقیرتری. بنابراین اینا رو باید لیست کنی، از خودت بکشی بذاری کنار، چون اینا وجود خارجی نداره. دومین چیزی که در واقع از تاریکی درونت باید بریزی بیرون تا وجودت سپاسگزار بشه، بس اولیش هویت‌های کاذب بود، دومیش باید درونت رو از آدم‌ها و اتفاقات مدام خالی کنی. بسیار حرف مهمیه. یعنی هر آدمی که یک تصویری ازش تو ذهنت هست، چه امروز این تصویر ایجاد شده چه مربوط به 30 سال پیش، هر آدمی که یک تصویری ازش تو ذهنت هست باید خالیش. این تصویر باید بره بیرون. تصویر اشخاص دیگه در وجود تو، در تعریف در واقع دنیای درون تاریکی و در واقع خورده سنگ حساب میشه. دنیای درون امیره. چرا باید تصویر از قلی و نقی و امدام زهرا کبرا باشه توش؟ دنیای درونی امیر زمانی میتونیم بگیم خالی از در واقع تاریکی های مطلق درونی است که از هر تصویر خارجی از شخص خارجی خالی بشه. خب در غیر این صورت مثل اینه که من در دنیای مطلق خودم، در جواهر وجود خودم سنگریزه هایی گذاشتم، اونا اصلا آقا اون زندگی خودش داره، من چه باید تصویر یکدیگر بیارم تو ذهنم؟ بنابراین تمام تصاویری که از بچگیت داری، از بابات داری، از مامانت داری، اینا که این نسخه رو فکری می‌کنی، هر آدمی داری. امروز صبح با همکار دعوت شده مثلا نشستی فکر می‌کنی. دنیای درون تو باید از تصاویر آدم‌های به غیر از خودت تمیز بشه. کامل و مدام باید این کارو انجام بدی. از اتفاقات هم باید تمیز بشی. یعنی تو مادامی که یه اتفاقی رو هی بهش فکر میکنی، در دنیای درونت گذاشتیش، اتفاق چه مربوط به 50 سال پیش باشه چه مربوط به 5 دقیقه پیش باشه، شما دنیای درونت تاریکی توش وجود داره که در حالتی که تو دنیای درونت تاریکی وجود داره نمیتونی بگی من میتونم شکرگزار بشم. تاریکیه، باید اینو بریزی بیرون.
خب پس این دومین موجودیتی است که باید بذاریش کنار. پس بنابراین یه جمع‌بندی تا اینجا بکنم، بچه‌ای هم که جدید اومدن بدونن من برای اینکه وجودم سپاسگزار بشه چند تا قدم باید انجام بدم. قدم اولش این بود که من تاریکی رو اول باید بریزم بیرون، چیزایی که بد ناسپاس تو وجودم باید بریزم بیرون. چه جوری؟ اولیش این بود که هویت‌های کاذب رو بریزم بیرون، دومیش این بود که تصاویری از اتفاقات و آدم‌ها هر موقع در وجود من میاد این جنسی از جنسش تاریکی درونه باید بره بیرون. خب یعنی توجه من رو به یه چیزی بیرون از خودم دارم. و سومیش ترسامه. ترسا بچه‌ها تاریک ترین چیزهای درونی ما. بنابراین این سه تا موجودیت رو مدام باید شناسایی کنی، بریزی بیرون. تا موقعی که این سه تا رو در درون خودت داشته باشی، هر چقدر سعی کنی وجودت رو شکرگزار و سپاسگزار نگه داری، هیچ اتفاقی برات نمیفته، قسم میخورم. بنابراین قدم اول برای اینکه چگونه سپاسگزار باشیم، شکرگزار باشیم، این است که این سه تا کار رو انجام بدیم. اما قدم دوم چیست؟ قدم دوم اقدام و عمله. ببینید برخلاف آن چیزی که ایده های در واقع رویا فروشانه و اینستاگرامی در ذهن خیلیا کرده، این که تو فقط بنویسی برات اتفاق میفته، نه خیر، شما باید یه سری اقداماتی انجام بدی. یعنی چی؟ یعنی در کنار قدم اولی که انجامش دادی، قدم دوم باید یه سری اقدامات عملی انجام بدی تا این وجود تو پر بشه از در واقع حالت اعتماد و امنیت، طبق آن چیزی که در واقع تعریفش کردیم. صرف اینکه بری جلو آینه وایسی بگی من خوبم، نه، این اتفاق برات نمیفته. خیلی راحت هم میتونی بری اینا رو تجربه کنی. این اقدام و عمل ها من چند تاشو برای شما نام میبرم اینجا. یکی از اقدام و عمل هایی که باید اگر میخوای واقعا وجودت به اعتماد مطلق درونی برسه و خیلی در لحظه زندگی کنی و سر جای خودت باشی، یکی از اقداماتی که باید دائما در زندگی رعایت کنی حفظ تعادله. ببینید ما ابعاد مختلفی در زندگی داریم، دوستی داریم، خانواده داریم، روابط عاطفی داریم، رابطه‌مون با فرزندمون، رابطه‌مون با پدر مادرمون، رابطه‌مون با همسرمون که پارتنرمون، رابطه‌مون با کارفرمامون، کارمون، علایقمون، تفریحاتمون، سرگرمی هامون. ببین ما ابعاد مختلف داریم تو زندگی. مثلا ما ورزش نمی‌کنیم. ببین الان نگاه کن، همه آدمایی که من میشناسم تقریبا در اطرافم، همه حتی ورزشکارتریناشونن. ورزش میکنه برای چی؟ برای اینکه لاغر کنن. ورزش میکنه برای چی؟ برای اینکه خوشگل بشن، خوش اندام بشن. ما اصلا باید ورزش کنیم برای اینکه بالانس مواد شیمیایی مغزیمون رعایت بشه، سروتونین ترشح بشه، دوپامین ترشح بشه. ما باید بالانس کنیم، ما باید به ابعاد جسمیمون هم برسیم. اصلا این وظیفه‌های خلقیه، یعنی تو خلقت ما این شکلی اومده. من می‌دونم تا حالا تجربه داشتی وقتی یه کوهنوردی خیلی قشنگ انجام میدی، یه ورزش سنگین انجام میدی، یه حس خیلی خوبی داری. خب یعنی یه سطحی از سروتونین و دوپامین ترشح میشه. باید بین تمام ابعاد زندگی تعادل برقرار کنید. در غیر این صورت شما مدام با اضطراب درگیر خواهی بود، حتی اگر خودت از درون از تاریکی خالی کنی. اگه تمام فکر و ذکرت بشه کار و نیای به صورت خودآگاه برای ابعاد دیگه زندگیت برنامه‌ریزی کنی، خانواده‌ات، بچه‌ت، پدرت، مادرت، ورزش جسمت، اینا رو نتونی توی تعادل نگه داری، بخوای یا نخوای، وجودت میشه پر اضطراب. چرا؟ چون خداوند اصلا انسان رو اینجوری خلق کرده که به همه اینا باید برسی. امیر تو به دنیا نیومدی فقط بیزنس کنی که. اوکی؟ این یکیش. پس بنابراین باید این چرخه تعادل رو حفظ کنی، به خصوص بین روان و جسم خودت. یعنی برای سلامت روانت کتاب بخون، متن بخون، مدیتیشن انجام بده، یه سری کارا اینجوری انجام بده، برو تو طبیعت، و برای سلامت جسمت هم یه سری کارا بکن، حالا تو ابعاد مختلف. دومین کاری که پیشنهاد میشه و اعتبار خیلی زیادی داره و بسیار 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 روش تاکید شده، چیزی است که اسپینوزا، یکی از فلاسفه بسیار بزرگ در واقع تاریخ بشر، بهش میگه رایگان بخشی. خب اگه دقت کنی، من مثلا خودم فعالیت که توی اینستاگرام دارم یا حالا تو سایتم دارم یا تو کانالم دارم، بخشش رایگان بخشیه. یعنی ما فعالیت‌هایی رو به رایگان برای هم نوعانمون انجام بدیم. ما قرار نیست همه چیز رو حساب و کتاب ببینیم. رایگان بخشی باید بیاد جزء امور روزمرت. ببین این ذات رایگان بخشی با ذات غرایز ما در تضاده. ببین ما غرایزمون به خصوص در عصر حاضری که داریم زندگی میکنیم به نحوی برنامه‌ریزی شده که همش برام 2 تا 4 تا میکنه. من فلان کارو برای این انجام بدم، چرا مثلا باید این کارو انجام بدم؟ اون که برای من کاری نمیکنه. ببینید رایگان بخشی یک در واقع اتفاقی در درون شما رقم میزنه که باید حتما تجربهش کنید تا بفهمی چیست. اسپینوزا فیلسوف بزرگ در واقع
قرن 17 یا 18 اگه اشتباه نکنم به رایگان بخشی خیلی تاکید داره و مثلا من هم توی سبک زندگیم خیلی رایگان بخشی رو بهش اعتقاد دارم و انجام دادن این به عنوان بخشی از وظیفت نسبت به هم نوعانت به عنوان بخشی از وظیفه. ببین تو یه موقع میری یه نیکوکاری میکنی، خب اون یه بحث دیگه است. تو باید بدونی به عنوان یک انسان یکی از وظایفت اینه که رایگان بخشی کنی. ببینید باز انسان حداقل قرن 21 اینجوری شده، قرن‌های قبلی اینجوری نبود. ببین شما مثلا باز تو مستندا میبینی مثلا یه گله گرگ حمله میکنه به یه گله مثلا گاو، هم نوعاش با وجود اینکه گاون میان به گرگه یه دونه میزنن، یه تلاشی میکنن که اینو از دست اون رهاش کنن، خب با وجود اینکه جون خودشون به خطر میفته. ولی انسان اینجوری نیست. مثلا ما بارها دیدیم دیگه از کنارمون یه اتفاقی میفته، مثلا من خود منم اینجوری، اما میخوام بهت بگم که باید اینو تلاش کنیم اینو بیاریم. اینا ساختار خلقته، در نتیجهش اتفاق بسیار فوق العاده ای برام میفته. از سطح اضطراب ظاهری زندگی به شدت دور میشی وقتی این بشه روتین زندگی، وظیفت، نه فقط یه عمل کردی. ببین مثلا من برام تو همین هفته 2 بار اتفاق افتاد که من دیدم ماشینی خراب شده کنار اتوبان و تا اومدم مثلا بزنم کنار ازش رد شدم و بلافاصله ذهنم هم گفت حالا رد شدی برو دیگه. و این بنده خدا مثلا یکیشون 2 تا خانم بودن و کسی دیگه ای هم وای نستاده بود. میدونی ما اصلا باید اینو بفهمیم که رایگان بخشی بخشی از هویت انسانی است. حالا شما باید یه سری فرآیندهای این شکلی تو زندگیت بیاری. یعنی برای هم نوعانت سعی کنی به چشم وظیفه به رایگان در واقع خدماتی انجام بدی برای هم نوعانت. یعنی تو باید این کار رو انجام بدی. بعد وقتی انجامش میدی اتفاقی که برای تو میفته اینه که هیچ چیزی، حالا ما توی یک جلسه آموزشی راجع به صلح درون کامل صحبت میکنیم، ولی هیچ فعالیتی به اندازه رایگان بخشی صلح درون در تو نمیاره. خب مثلا شما میری شکلات شیرینی میخری، هدفمند میری سر چهارراه به این بچه‌های کوچیکی که کودک کارم میدی، نه اینکه تو ماشینت باشه سر راه بدی ها. اصلا میری این کارو بکنی. مثلا لقمه درست میکنی، من یه سری کارهایی که خودم انجام دادم و خیلی روتینه رو بهت پیشنهاد میدم، مثلا چه میدونم لقمه درست کن حتی نون پنیر، خب ولی انجامش بده و فعلش انجام بده. ببین من خیلی موقعا اینجوری بودم تا قبل از اینکه اینو متوجه بشم، این که مثلا من پولشو میدم، شما برید انجام بدید من پولشو میدم. ببین من قراره یه حرکتی بکنم. ما الان در زیر مجموعه اقدام و عمل داریم رایگان بخشی رو بررسی میکنیم که این رایگان بخشی من اونجا به یک در واقع بالانس درونی من میشه. لقمه نون پنیر درست کن ببر به در واقع رفتی کردن زحمت کش شهرداری، اینا که شیفت شب هم به خصوص جونشون رو میذارن کف دستشون و در واقع تا صبح زحمت میکشن، سرما و گرما، صبحشون بده با یه لبخند. نمیتونی این کارا رو بکنی، مثلا واسه سخته. میتونی مثلا صبح که داری میری سر کارت به همه لبخند بزنی، که میتونی وقتی یه آدم ناامید گیرت میاد بهش امید بدی که به جای اینکه تو هم شروع کنی باهاش ناله کردن. ولی اینو در قالب وظیفه برای خودت بیار. 2 تا 4 تا تو ول کن. این 2 تا 4 تا کار نمیکنه برای تو و تو رو تو مدار صحیح از زندگی قرار نمیده. پس بنابراین رایگان بخشی رو به عنوان بخشی از وظایفت باید بیاری و وقتی انجامش بدی متوجه میشی من چرا اینقدر بهش تاکید داشتم. و سومیش هم دعا و مراقبه. ببینید دوستان عزیز من، حالا ما باز دوباره یه لایو راجع به دعا و چشم زخم و نمیدونم جادو و این حرفا حتما یه جلسه آموزشی میذاریم. اما دعا توی نورولوژی و علم عصب شناسی هم اثبات شده یکی از مؤثرترین منشأهای تعادل فکری دعا. خب یعنی میخوام بگم علم پزشکی هم حتما به این قائله. دعا بسیار بسیار مهمه. زمانهای مختصی رو واسه دعا بذار، به هر آن چیزی که اعتقاد داری شروع کن دعا کردن. بسیار 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 تاثیرگذاره و باید مرتب و روتین باشه. مراقبه یا مدیتیشن هم با دعا فرق داره. فرقش اینه که شما توی مراقبه یا مدیتیشن سعی میکنی ذهن آگاه بشی. این افکار هست بهت حمله میکنه، وای اگه چکت برگشت بخوره، وای اگه اینو نتونی، وای اگه همسرت ترکت کنه، وای اگه اونجوری بشه، وای اگه دلار این شکلی بشه، وای اینا رو تو مراقبه سعی میکنی جریان دیوانه‌وار اینها رو نگاه کنی و اینا رو در واقع کنترلش کنی، ذهنتو به سکوت برسونی. خب این قدم در واقع دوم بود که اقدام و عمل. قدم سومی که ما نیاز داریم برداریم، برای این قدم‌ها رو باید با هم دیگه برداریم دیگه. اولیش رو رفتیم، دومیش رو انجام میدیم، بعد سومی. قدم سوم اینه که حالا تاریکی‌ها از درون ما اومد بیرون، وجود ما به یک سطح تعادلی رسید تو قدم اول و دوم. حالا وجودمون رو می‌خوایم پر کنیم از چیزای مثبت. قدم سوم تنها که خیلی از در واقع چه می‌دونم تو اینستاگرام و کتابا و صحبت‌های انگیزشی زیاده، مستقیم ذات میپرن سر قدم سوم، تا زمانم یه بخشایشو میگم. اون 2 تا قدم پیش نیاز.
حالا وجود اونو میخوایم مثلا این لیوان چای رو در نظر بگی، اینشو ریختیم دور، رفتیم لیوانشو شستیم، حالا میخوایم توش آب بریزیم. اوکی، قدم سوم اینه. ببین یه تکنیک خیلی ساده میگم. تمام اتفاقاتی که ذهنت راجبشون به این شکل قضاوت میکنه که بد قضاوت میکنه، مثلا وای اگه چکم برگشت بخوره، وای اگر اجاره خونمو نتونم بدم، وای اگر مثلا بی خانمان بشم، وای اگر مثلا تو فلان دانشگاهی که میخوام قبول نشم، وای اگه تا آخر عمرم مجرد بمونم، وای اگر فلان، اینایی که خیلی استرس‌های سنگینی برای تو ایجاد میکنه، ازشون بدت میاد یا ازشون به شدت میترسی رو بیار روی ورق و به جای اینکه اون زاویه بدش رو نگاه کنی، به این شکل نگاش کن. 10 تا ویژگی خوب اون اتفاق رو فرض کن اصلا اون اتفاق افتاده، حالا اگه در گذشته باشه یا در آینده، فکر کنی اتفاق افتاده. این اتفاق رو به جای اینکه هی از زاویه ترسناکش نگاه کنی، آقا به این بچه مثلا افتاد دیگه، اصلا تا آخر عمرت مجرد موندی مثلا. خب بیا 10 تا ویژگی مثبتش رو ببین. مثلا تو اینکه تا آخر عمرت مجرد بمونی لزوما ویژگی منفی نیستش که، خیلی مثلا تو یکی از مؤثرترین و بزرگترین انسان‌های دنیا ایزاک نیوتن که در واقع از دانشمندهایی است که اولین بار دنیا رو اصلا برای ما مفهومش رو روشن کرد، این تا آخر عمرش در واقع هم مجرد بودن باکره، یعنی اصلا هیچ رابطه‌ای نداشت. بد نیست که میخوام بهت بگم لزوما چیز بدی نیستش که ابعاد مختلفی داشته باشه، ولی حالا نمیگم لزوما اتفاقا میفته. آن چیزایی که به شدت ازش بدت میاد یا ازش میترسی، مثلا چون بابات در بچگی مثلا باد بهت بدی کرده یا خانواده‌ات بهت بدی کرده، اینو بیار رو ورق، اون بدیه رو تا الان همش نشخوار فکری کردی ویژگی‌های بعدش، حالا 10 تا ویژگی خوبش رو بنویس، زاویه دیدی تو عوض کن. خب در واقع همون نگرش مثبتی گفتم اینجاست. حالا این چه چیزای خوبی داشت؟ حتما یه سری چیزای خوبی برای تو داره، یعنی هر اتفاقی یه زاویه مثبت هم داره برای تو. مثلا بابات بهت تو بچگی بد کرده، خب حداقلش اینه که تو یه شخصیت خیلی قوی‌تری داری، لوس نیستی مثلا، یا حداقلش اینه که تو بچه‌تو بیشتر درک می‌کنی، کارهایی که اون کرده رو تو با بچه‌ت نمی‌کنی و خیلی چیزای دیگه. این یه مورد دوم این که سناریو رو برعکس کن، یعنی به برعکسش هم فکر کن. تو ذهنت میاد که من اگر مثلا نتونم چکم رو پاس کنم آخر ماه چی؟ این میاد و به این فکر کن که اگر بتونم پاس کنم چی؟ خب ببین گذشته همه ما پره از اتفاقاتی که ما فکر میکردیم اینوری میشه، در نهایت اینوری شد، خارج از پیش‌بینی ما یا در واقع به نفع ما تموم شد. به این تکنیکی است که در واقع ما روی همه اینا در واقع استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم این وجودمون رو حالا پر کنیم از ویژگی‌های مثبت. 2 تا تکنیک خیلی خفن تو این قدم سوم بهت یاد میدم. یکی تکنیک بچه‌ها این خیلی مهمه، بنویسیدش، اصلا خیلی چیز بامزه. یه تکنیک دیوانه سخنگو. بچه‌ها این خیلی تکنیک جوابیه. ببین من خیلی مثلا وقتی این تکنیک مثلا در این حد جوابی که من وقتی مثلا به یک اتفاق بسیار تاریکی ذهنم جلب میشه در گذشتم که مثلا حالم بد میشه، از این تکنیک استفاده میکنم، فکر کنم زیر 10 ثانیه اصلا کن فیکون میشم. یعنی اینو انجام بدی میفهمی چه معجزه‌ایه. یا مثلا یه چیزی که خیلی میترسم اینو وقتی انجام استراب، یعنی میافتی رو ویبره، وقتی این کارو انجام میدم دیوانه سخنگو رو به شدت سریع آرامش و قرار برمیگرده به من. چیه بلند راجع به اون اتفاق بد شوک گذاری کن. مثلا میترسی چه که برگشت بخوره، بلند ببین اسمش روشه، دیوانه سخنگو. یعنی یکی از بیرون نگاه میکنه میگه این دیوونه است. بلند خدایا مرسی، خدایا ممنونم که چکم برگشت خورد، خدایا متشکرم که من بدهکارم، خدایا ازت ممنونم که بدهی رو برای من بیاد، خدایا ممنونم که فلان کسا که از زندگی من رفت، خدای ممنونم. خب اصلا از این وقت قلبت داره از سینه در میاد چرا فلان کسا از زندگی تو رفته، مثل دیوانه ها. خدای مرسی این رفت، خدای ممنونم. انقدر محکم و پشت سر هم این رو تکرار کن. فکر می‌کنم بعد از 30 تا 40 تا 50 تا تکرار یهو می‌بینی که اصلا وجودت شد پر از سپاسگزاری و نسبت به اون اتفاق به سر رسیده. چرا باید اینا با زبان بلند تکرار کنی؟ برای اینکه اگر با زبان بلند تکرار کنی گفتگوهای فکری درونیت متوقف میشه و معطوف میشه به صحبتت. گرفتی؟ این صحبت یکی از پایه‌های گفتگوت کلامی است که میگی، دومین پایگاه گفتگوی فکریت کلامی است که میشنوی. یعنی تو گفتگوهای فکری 2 نفر آدم دارن با هم صحبت میکنن، وقتی بلند میگی این کلام از اینجا در میاد، دوباره اینو میشنوی.
خب و این گفتگو متوقف میشه به سمت مثبت میره در واقع. بلند به کلام بگو، دیوانه سخنگو. تکنیک دومم نوشتن متن سخنرانی آینده. فرض کن آقا همه اینا که ازش میترسی آقا خانم اتفاق افتاد، مثلا میترسی اینجوری رد بمونم، میترسی چکم پاس نشه، میترسی کارم در نیاد، همه اینا رو فرض کن اتفاق افتاد، اصلا خیلی بدتر از اینا هم اتفاق افتاد. بعد یه اتفاقی افتاد که همه اینا به نفع تو تموم شد، رفتی به یه اوجی رسیدی، خیلی موفق شدی، ازت دعوت کردم به عنوان یک انسان نمونه و شایسته که از این همه تاریکی با دست خالی به اینجا رسیدی، بیای برای یه جمعیتی سخنرانی کنی. خودت رو تصویر کن در اون جمعیت که داری میگی که بچه‌ها، دوستان، عزیزان، اونایی که نشستید پای صحبت من مثلا فلان جا بودم، مثلا دیگه داشتم تموم میشدم، انتظار نداشتم من جلوی جمع، خودتو جلوی جمع تصور کن از این موقعیت که همین الان هستی، همینجوری میری پایین ولی یه جایی به یه اتفاقه که نمیدونی چیه میکشی بالا و به بقیه داری میگی که مسیرتون رو ادامه بدید. اینم متن سخنرانی آیندته. خب دیگه بحث به انتها داره میرسه دوستان. یه چند تا نکته بگم. شکرگزاری رفقا، این نکته بسیار مهمیه، پروژه نیست، پروسه است. خیلی فکر می‌کنن مثلا یک چیزیست که من باید وجودم مثلا مادرزاد شکرگزار باشه. وجود انسان، این نکته دوم، وجود انسان، ساختار خلقت انسان به این شکله که اصلا وجودش نمیتونه سپاسگزار باشه. وجود انسان نمیتونه. وجود انسان در بر قامت قُر زدن و نمیدونم تاریکیه و افکار این شکلی است. در واقع ما از نظر ساختار روانشناسی آیدی که از هر چیز در زندگی گیرمون میاد اگر یه واحد باشه، اگر همون رو از دست بدیم 10 برابرش از دست میده ذهنمون. یعنی ما از دست دادن بیشتر درد میکشیم نسبت به دست آوردن همون چیز مشخص. به خاطر همین هم هست که وقتی تو یه چیزی رو از دست میدی پر از حسرت میشه. ای کاش اون موقع قدرش رو میدونستم، ای کاش اون موقع قدرش رو میدونستم و بریز دور. خب تو اصلا تا اون موقع که داری نمیتونی قدرشو بدونی، وقتی از دستش میدی 10 برابر بیشتر. این ساختار اصلا مغزی، ذهنی و روانشناسی ماست. بنابراین شکرگزاری یک فراینده، یعنی تو باید بدونی که مداوما میری پایین باید بیاری بالا، هی میترسی باید برگردونی. سپاسگزاری و شکرگزاری یک فراینده، یعنی یک سبک زندگیه دوستان عزیز من. یه چیزی نیستش که تو انتظار داشته باشی وجودم مثلا از بیس مثبت بشه. و اما موضوع در واقع آخر یه پاره نکاتی راجع به کتاب معجزه شکرگزاری خانم راندا برن میخوام خدمت شما عرض بکنم که با توجه به توضیحاتی که دادم، اگر دوستانی از ابتدای در واقع این لایف همراه ما بوده باشن، همین الان خب خیلی از ابتدای این جلسه آموزشی خیلی اطلاعات کامل‌تری دارم. ولی راجع به این کتاب هم چون ما حالا از اسمش هم در واقع آریتی داشتیم، قرضی داشتیم، استفاده می‌خوایم بکنیم. ببینید کتاب معجزه شکرگزاری نوشته خانم راندا برن اولا که چیز خاصی نداره. خب یعنی نکته جدیدی رو به ما یادآوری نمی‌کنه با توجه به توضیحاتی که گفته شد. بنابراین علت محبوبیت این کتاب بیشتر از این که مربوط کتاب خوبیه، دقت کن من نمیخوام بگم کتاب بدیه، من در مقام نقد نشستم الان، نه در مقام تعریف. علت محبوبیت این کتاب بیشتر ذکاوت خانم راندا برن در برندسازی این عنوانه. مثلا ایشون تهیه کننده مجموعه از فیلم ها در هالیوود شده با این موضوع. خب طرف میره تو سینما میشینه تو اسکوپ جهانی مثلا میبینه که فلان هنرپیشه مشهور مثلا شروع کرد این کارا رو انجام دادن و یهو زندگیش عوض شد و میره در اعماق ناخودآگاهش. ایشون بسیار ذکاوت بالایی داره در بازاریابی و مارکتینگ و نکته تکراری است. ما این رو از زمان خیلی قدیم داریم که سپاسگزاری با صحبتایی که شد همیشه منجر به بهبود شرایط میشه. پس بنابراین بحث تکراری داره مطرح میکنه، چیز واوی نداره. اما ایراد دوم و بزرگترش، حالا این اولیه که ایراد نبود، ایراد دوم و بزرگترش اینه که به ما راهکار عملی برای شکرگزاری نمیده. یعنی شکرگزاری رو خانم راندا برن دقیقاً در کتابش معادل حمد میداند. حالا نه راجع به وجود در واقع اقدس خداوند در مورد زندگی، یعنی زبان مثل ستایش باز کردن یا نوشتن، راجع به این معادل حمد میدونه و همچنین معادل نگرش مثبت میدونه. طبق تعریفی کردیم خانم راندا برن در کتاب معجزه شکرگزاری سطح شکرگزاری رو تقلیل میده به نگرش مثبت مطابق تعریفی که کردیم و
در واقع همون حمد، یعنی فقط کلامی. و در نهایت بنابرای توضیحاتی که دادیم این موضوع کارساز نخواهد بود. خب خیلی طولانی شد، من سعی کردم که در واقع همه موضوعات رو پوشش بدم که استفاده کنید ازش. خب ببینیم که دوستان چی میگن. استاد فضاگشایی چیه؟ نمیدونم، اینو بفرستید توی توی دایرکت. ترسا منو ول نمی کنن، دعا میکنم موقت رها میشم دوباره برمیگرده. خب من گفتم، عرض کردم خدمتتون که حالا این اصلا میشه توی مقوله در واقع صلح درونی هم راجعش صحبت کرد، ولی طرحواره‌های درونی هم صحبت کرد. ولی خب اصلا ترس که قرار نیست برای ابد از شما بره، که شما یه سبک زندگی، عرض کردم شکرگزاری یک فراینده، یک پروژه نیست، هی میاد هی شما باید بزودیش. شما که انسانی دیگه باید این سبک زندگی رو برای خودت داشته باشی. اینجوری نیست که شما یه زمانی به یک خود آگاهی و خدا آگاهی برسی که دیگه هیچی نترسی. ما اصلا ساختاره غریزی درست کار نمی‌کنن. خب کتاب شفای زندگی نوشته لوئیز فلان هم فوق‌العاده است. خب من نخوندم. خیلی خوب، دست شما درد نکنه، خیلی دوستتون دارم، ممنونم و تا لایو بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. دوستانی که لایو رو از ابتدا نبودن، جلسه آموزشی از ابتدا در واقع دنبال نکردن، حتما تاکید میکنم که از ابتدا در واقع همراهی میکنم و ببیننش و تا یک جلسه آموزشی دیگه مثل همیشه